ما یک آزمایش مهمی را انجام دادیم تا ببینیم روغن‌ها در روده ما و با دمای بدن چطور عمل می‌کنند. این مقایسه بین یک روغن حیوانی سنتی است که مورد تایید انجمن جراحان قلب و عروق اروپا است و یک روغن معمولی نباتی با همان شکل ظاهری که ما ماهانه 2 کیلوگرم از آن را به شکل جامد و مایع استفاده می‌کنیم. حالا شرایطی مثل دمای بدن را با حرارت کف دست‌ها برای هر دو روغن ایجاد می‌کنیم. می‌بینید که روغن حیوانی خیلی زود روان می‌شود و در لوله یا روده حرکت کرده و رسوب نمی‌کند. اما روغن‌های دیگر با دمای بدن هیچ تغییری درشان ایجاد نمی‌شود. جای تعجب نیست که روغن‌های صنعتی و دارای افزودنی‌های شیمیایی علاوه بر روده و معده در رگ‌های بدن رسوب و باعث تنگتر شدن رگ‌های عروقی و در نهایت سکته قلبی می‌شوند. آنها طوری هستند که در معده شما هضم نمی‌شوند و در روده‌ها رسوب می‌کنند.